بنگ چان ممبر استریکیدز به مناسبت تولدش 100 میلیون وون به یونیسف و 100 میلیون وون به مرکز پزشکی سامسونگ اهدا کرد که با حمایت نتیزنا مواجه شد. دوباره این چالش، این بار با جامپ از بلک پینک. چند وقت پیش چالش دنس آهنگ وان اسپارک توایس با بطری آب برای اولین بار ترند شد و حالا نوبت به آهنگ جامپ بلک پینک رسید تا ترند بشه. حالا بعضی افراد معتقدن این کار کپی برداری بیلینک از وانس بوده. به نظر شما واقعا کپی کردن؟ سینگل ترک بیلینک از کوربی بسون با همکاری جویی ممبر توایس منتشر شد و در روز اول 359K استریم در اسپاتیفای دریافت کرد و حالا فنوار بین بیلینک و وانس شروع شد و بیلینکا میگن جویی این آهنگو برای بیلینکا خونده و به خاطر همینه که بیلینکا انقدر این آهنگو استریم زدن و این آهنگ قراره فلاپ بشه. به نظر شما این فقط تاکسیک بازی فندوم بیلینکه یا واقعا این اتفاق افتاده و جویی این آهنگو برای بیلینکا خونده؟ بعد از اینکه مدیر روابط عمومی برند گوچی و تودر اینستاگرام جیهیو ممبر توایس رو فالو کرد، عکسای جدید اینستاگرام مجله ووک کره با جیهیو در فروشگاه اصلی گوچی منتشر شد که زمزمه‌های دوباره سفیر شدنش رو به همراه داشته. گزارش شده جویی ممبر توایس و شوهوان ممبر آیدل به قربانیان سیلاب هوالیان تایوان کمک مالی بسیار بزرگی کردند که تحسین نتیزان رو به دنبال داشته. هر دو نفر اهل تایوان هستند. روزی ممبر بلک پینک به خاطر داشتن آیفون 17 ایر وایرال شده و همه دارن از خفن بودن و پولدار بودن بلک پینک صحبت میکنن، چون که چند وقت پیش هم لیسا آیفون 17 پرو مکس رو خریده بود و همه دارن میگن این گروه واقعا پول داره. و در آخر خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، این پست رو لایک کنید و اگه نظری درباره این ویدیو داشتید کامنت بذارید و حتما کامنتاتون رو میخونم.